تضمین رتبه 1 بدون رپورتاج، اونم به نصف قیمت. 3 تا وعده‌ای بود که یکی از شرکت‌ها به کارفرما داده بود و همین باعث شد مذاکره ما با اونا به مشکل بخوره. بعد چند ماه ما تماس گرفتن، گفتن آقا وضعیت سایتمون بده، شما میتونید کاری براش بکنید. ما هم توی این نظر چک کردیم، دیدیم که داره درست میگه. با یه سری کلمات رتبه داشت، اونا رو از دست داده بود و با یه سری عبارت‌های نامناسب رتبه گرفته بود که برای بیزینسشون خوب نبود اصلا. یه آنالیز مفصل کردیم، دیدیم که سایتشون ایرادات خیلی زیادی داره و جایی که الان ایستادیم دیگه نقطه صفر نیست، منفیه. آنالیزو که بهشون دادیم گفتیم که آقا مشکلات زیادی داره سایت شما، مثلا متاداتا دیسکریپشناتون درست نیست، لینک‌های داخلی اشتباهه، لینک‌های خارجی به سایت اومده که نامناسب و باید دیسابو بشه. خلاصه ما این همه کار انجام دادیم تا پس از 2 ماه از منفی به نقطه صفر برگشتیم. بعد 10 سال کار تو حوزه سئو پیام من واضحه. اگه طلا رو به قیمت نصف بهتون دادم، بدونید یه جای کار داره میلنگه. اینو از من داشته باشید. کار ارزون براتون گرون تموم میشه. دوره بهینگیه، باید بهینه هزینه کرد.